این موادی که توی همزن گذاشتیم همزدیم رو تو کپشن واسهتون می نویسم. این مواد رو با این آردی که علک شده و صاف شده کم 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 توی چند نوبت آردو به اون مواد اضافه میکنیم و هم میزنیم. توی چند نوبت هم میزنیم و هم میزنیم تا به غلظتی که مد نظرمونه برسیم. تقریبا این همون غلظتی که ما میخوایم، مواد به اون حد مناسب رسیده و در آخر هم پلاستیک میکشیم روی مواد و توی یخچال قرار میدیم. واسه مواد میانی پای سیب 3 تا 4 عدد سیب زرد خرد میکنیم به اندازه مناسب. بعد روی گاز قرار میدیم و نصف پیمانه شکر اضافه میکنیم و شروع میکنیم به هم زدن. بعدش میتونیم گردو رو خرد کنیم، گردو رو هم اضافه کنیم به مواد و دوباره هم میزنیم تا شکرها آب بشن. در این مرحله دارچین رو اضافه میکنیم به موادمون. یکی از مواد مورد استفاده دارچینه و بعد از اون مقداری آب لیمو اضافه میکنیم و شروع میکنیم به هم زدن تا به این غلظت برسه مواد. ظرف رو با روغن چرب کردیم، بعد مواد رو میریزیم کف ظرف رو پهن میکنیم. بعد از پهن کردن یک لایه اون مواد میانی که آماده کردیم میریزیم و سر تا سر اون خمیر پهن میکنیم. اون وقت مقداری از خمیر رو روی اون مواد میذاریم و الان دیگه آماده است که بره واسه توی فرن. اینم مرحله آخر داخل فرن. اینم شد نتیجه کار، آماده شد. میبینید یک لایه خمیر، لایه میانی و خمیر روش. خمیرش خیلی ترد شده دوستان، جاتون خالی، ترد و شیرین و خوشمزه، جای همگی خالی. نوش جان. درست کنید و لذتشو ببرید.